خس با معصوم آدمی خس با خس شما کی؟ من دادو شوی بود بچم شوی بوا؟ آه گفتم کجا با دیدگی من این گفتم رفیق گوریف شما در بیانات خود نوشتید که چی طور اوباشا خوشتامنتان را میکشند دیدید دیدم گوش کنید گوریف دیده دانسته برای چی یاردم نکردید رفیق مفتش من یاردم کردنی بودم خیر لیکن دیدم که آنها به یاردم من هم بینم آنها خودشون کشته میتوانند گوش کنه بچه در وقت دزدی نخود همین مادر پیرت فکر نکردیمی یک بار پیش نظرت نامد می رفیق مفتش من در وقت دزدی درباره مادرم بسیار فکر کردم اینجا یک گفتم اونجا یک گفتم همه طرف گفتم لیکن همون در جایی که من دزدی میکردم برای مادرم یگان چیزی مناسب نیافتم